بخیر، یادش بخیر. آخ 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 آخ. گل من، بیا با تاریخچه خانواده‌مون آشنات کنم. بیا. نه خیلی ممنون. من معمولا عکسای خصوصی آدم‌ها رو نگاه نمی‌کنم. خصوصی چیه؟ این اصلا خصوصی نیست، مردونه است، همه سیبیلن. آره بیا. نگاه کن ببین. چقدر این آقای شبیه توه؟ برادرته؟ نه این عمو بزرگمه. آره یادش بخیر، همینجا رفته بودیم شمال، خیلی خوش گذشت. یعنی واقعا این خاطره شمال من اصلا یادم نمیره. خیلی همینجا بود، تو همین سفر کوسه عمومو خورد. یعنی مردن؟ نه خدا نکنه، این چه حرفیه. 2/3 خورد، 1/3 مونده. خب یعنی از کمر به بالا نداره، از کمر به پایین داره. آره تفلک الان همون فقط 2 تا پاه، فقط هم. آره یعنی اینو بگیر که من راحت‌تر نشونه دادم. اون 2 تا پای اون وقت زنده است؟ آره دیگه گفتم که زنده است. آره ولی زنمون ازش جدا شد. خب این زنمون که ازش جدا شده، این زنمومه. گفت دیگه این به درد من نمیخوره. راستم میگفت. عموم الان رفته شمال، اونجا واسه خودش زندگی میکنه. ما هم یه وقتایی بهش سر میزنیم. خب بیشتر وقتا کنار ساحل پیاده روی میکنه. ولی خیلی عجیبه، من تا حالا چنین چیزی ندیدم. واسه خود ما هم خیلی عجیب بود اولش، بعد دیگه عادت کردیم. اینا رو نگاه کن، این 3 تا رو ببینی با کلاه کابویی کنار دریا وایسادن. اینا پسرم و آمد. چه جالبه، شونه‌های 3 تاشون مثل تو کجه. آره دقیقاً. نگاه کن، این بعد از اینکه یه عکسو گرفتن، یه موج از دریا اومد روشون. خب بعد که موج رفت دیگه پسرم هم نبودن. آره این عکس بعدی رو بعد از اینکه موج رفته گرفتم، فقط 3 تا کلاه مونده. آره چه خاطرات بدی از شمال دارید. آره خاطرات شمال محال یادم. آره اصلا سفر همیش خوبیش اینه، هم تجربه است هم خاطرت. این قد بلنده رو میبینی؟ آره. این سیروسه. آره الان میدونی هم پسر داییمه هم پسر عمومه. آره چجوری میشه اصلا؟ ببین دایی خدا بیامرزم وقتی مرد، اون دایی 2 پا هم بود که بهت گفتم. بله. اون دایی 2 پا هم پا پیش گذاشت که زندایی بیومو بگیره. علی رغم مخالفتایی که این موفرفریه هچاقه که هیچ کار است، این خیلی مخالفت کرد، ولی علی اون رفت باش ازدواج کرد. آره این لاغره رو نگاه کن، این خیلی خوب، این با جناق جاریمه. این مرد مگه جاری داره؟ بعد اون وقت جاری چجوری با جناق داره؟ من نمیدونم، ما هم یه روز اینو به ما نشون دادن، گفتن این جاریته، ما هم گفتیم چشم. آره اصلا خانواده، چون ما خیلی شلوغ پلوغیم، کسی سوال نمیپرسه، همه میگن چشم. همه اینجوری هن خیلی. نه الان پیچیده است، من یه جورایی هنگ کردم. نه عادت میکنی، واسه همین گفتم بیا باشون آشنا شو. ببین خیلی پیچیدن. آره ببین اون وقت الان تو فکر کن تو این وضعیت، اینو نگاه کنی اکثر رو، تو این وضعیت شیر تو شیر، پسر عمه مامانم اینه رفته نوه خاله عموزادی آقا جونمو گرفته. آره رفته اینو گرفته. الان پسر عمه سابقم هم پسر عمه سابقم محسوب میشه، هم از این طرف مادریم خاله‌مه. خیلی پیچیده. خب ببین دلش خب من گیج شدم دیگه، هیچی نگو، یه خورده صبر کن. من حالا این عکس‌ها رو ببین، اینا قرمزه. اینا خون و خون ریزی شده. چرا؟ اینا به خاطر این ازدواجی که سر گرفت. اینا پسر خاله‌های کیه؟ زنموی بابامم. خب اینا همه برداشتن ریختن خونه پسر شوهر خواهر کوچیک نامزد داداشش. فهمیدی؟ اینه
پسر شوهر خواهر کوچیک نامزد داداشش این هست که ریختن سر این خون و خونریزی ها راه افتاد اصلا بکش این عکس درگیریشونه؟ این عکس درگیری. اون موففریه چه خونی داره ازش؟ نه اون هیچ ربطی نداره، اون هیچ ربطی به این درگیر نه. این یه زخم کهنه داشت، هر چند وقت یه بار سر باز میکرد. این الان اونجا سر باز کرده اینجوری شد. این دو پایه عمو بزرگته درسته؟ آفرین. آره خب اینا دیگه تموم شد. ببین من الان برم یه آلبوم دیگه دارم اون خیلی خوبه. نه آقا ولم کن، من تمام ذهنیتم راجع به نسبت‌های فامیلی به هم ریخته. اصلا خدافظی نمی‌کنم، خدافظی نکن. فعلا. مدیری این عمو دو پاهم میخواد بیاد دوره امیر. خب این میاد یه هماهنگ کن بیاد بالا یه تبلت بهش بدی. خب باشه.